به نام خدا. ما وقتی بتونیم مسلط باشیم به دوخت و دوز دیگه فرق نمیکنه چی میدوزیم. الان یه کاور شوکر سفارش دادم. خب این شاید تو بازار بخواد تهیه کنه به قیمت خیلی مناسبی بهش بدم. مثلا دیگه خیلی خونه پرش 100 تومن، ولی خب چون تکی هست و یه حالت سفارشی داره، اینجا ما دیگه کمتر از 300 تومن نمیتونیم، برای ما نمیصرف بگیرم چون یه دونه است. این یکی از اون هزار تا کاریه که وقتی به چرخ مسلط باشی میتونی سفارش بگیری. کافیه یه جایی بالاخره یه مغازه‌ای برای خودت تهیه کنی، یه جایی که دید خوبی داشته باشی و تبلیغ کنی. تبلیغات هم بالاخره سرمایه گذاریه، میتونی خودتو تو منطقه‌ای که هستی به مردم بشناسونی و کیفیت کارتو نشون بدی. رفته رفته مشتری میاد. همینجور که برای ما الان تو این 7-8 سالی که تو این منطقه هستیم همچین اتفاقی افتاده. الان تقریبا بدنه این کاوه رو ما دوختیم، پلش هم زدیم، یه آستری هم براش میزنیم که این دستگاه شوکرش روون بره جا بیادش. این که این بنده خدا مأمور محیط زیسته و برای دفاع از خودش و در برابر حیوانات وحشی و همچنین انسان‌های نالایق که میرن سراغ حیات وحش و یه جورایی شکار غیر مجاز دارن. ایشون یه محیطبانه، دوست ماست، ولی خب در حال یه کاری رو نیاز داشته به ما مراجعه کرده. از اونجایی که قبلا هم ما برایشون کار صورت دادیم دیده کار ما رو پسندیده. بارها سفارش های شخصی داشته مورد ما انجام بده. نه ایشون باشه، ما مراجعه کننده زیاد داریم. تعمیرات کیف، ساک، چمدون اینقدری هستش که گاهی وقتا دیگه ما نمیرسیم تولید خودمون رو انجام بدیم. رو هم رفته اگر یه همچین موردی اتفاق بیفته، خب به صرفه تره که تعمیرات انجام بدی تا تولید کنی. البته تولیدم یه سکو پرتابیه. ما اینجا کنار تولیدمون یه همچین کارهایی میکنیم که زمینه نقدینگیمون رو فراهم کنیم. تا اینجای کار رو داریم. پایان کارم انشالله فیلم برداری میکنیم و شما موفق به دیدن پایان کارم بشید. ممنون که وقت گذاشتید.